مکه به مسلمانان پشت کرده بود. شکنجه ها روز به روز شدت می گرفت. هر روز قریش به شیوه نوینی مسلمانان رو مورد شکنجه قرار می داد. شکنجه زیر آفتاب داغ مکه، زندانی کردن بعضی از جوان مردان، آتش زدن بعضیا و شلاق زدن و ترفندهای بسیار موذیانه دیگه‌ای که قریش استفاده می‌کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دلسوز مؤمنان در این فکر بود که چطور مؤمنان رو از این عذاب نجات بده. البته خطر هم بود که قریش در یک جنایت وحشیانه یک قتل عامی هم به راه بندازه. خب باید این دعوت رو حفظش کرد. اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواستن یک پیام بسیار قوی با یک مشت محکم بزنن به دهن قریشیان. از قبیله های مختلف قریش جوان مردای بسیار محترم و بسیار عاقل و زیرکی رو انتخاب کردند از مؤمنان و اونها رو فرستادند به حبشه. هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که به همه فامیله ها و قبیله های قریش، بنی مخزوم و بنی هاشم و بنی امیه و غیره و غیره، به اونها برسونه که این دین پیروز خواهد شد. بی یک آن سرداران قریش دیدن که جوانهایی از خانواده هاشون غیبشون زد. کجا رفتن؟ رفتن به سوی حبشه، یعنی به یک مسیری مجهول که اصلا در تصور قریشیان نبود. خب برای این سفر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه اشخاصی را انتخاب کردند؟ از عزیزان قریش و از عزیزان خودش و از افراد بسیار زیرک و باهوش و اونها رو فرستادن به حبشه تا در حبشه یک پایگاه جدیدی برای توحید ایجاد بشه که اگر روزگاری در مکه اسلام و توحید به کلی از بین رفت، یک مصدر دیگه، یک پایگاه دیگه باشه از حبشه این راه ادامه پیدا کنه. دیگر این که حبشه یک محیطی بود که از منطقه دور بود، از منطقه مکه دور بود و گرچه که صلاحیت این رو نداشت، جایگاه مکه رو نداشت، اما خب میتونست یک نقطه فشاری هم باشه به روی مکه که اونجا تجارت مکه هم بود، مرکزی از مراکز تجارت قریشیان بود و قریش از دست دادن حبشه برای قریش سنگین تموم میشد. و همچنین اختیار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدین صورت بود که افرادی رو که انتخاب کردند افرادی بودند سرشناس و از خانواده های مرفه مکه که اگر چنانچه حبشه هم خیانت کرد و مسلمانان رو تسلیم کرد به مکه، اینا وقتی برمیگردن حداقل خانواده هاشون اینها رو بتونن فامیلاشون حمایت کنن که حداقل کشته نشن، زندان بشن، سختی هاشون روز به روز بیشتر هم بشه، اما باز هم به اصطلاح به حد مرگ نرسه. حبشه سرزمینی بود که پادشاه عادلی داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به حبشه هجرت بکنید که اونجا پادشاه عادلی داره و مرد نیکو و صالحی است و به شما ظلم نخواهد کرد، بلکه شما رو مورد احترام قرار خواهد داد. از طرف دیگری مردم قریش، مردمی که ساکن مکه بودند، به خاطر تجارت هایی که به سرزمین حبشه داشتند، از اونجایی که حبشه یک سرزمین تجاری بود، شناخت بیشتری نسبت به حبشه داشتند. حداقل اون کسانی که خودشون نرفته بودن حبشه و تجارتی نداشتن به حبشه، از تاجرانی که رفت آمد داشتن به سرزمین حبشه اطلاعاتی درباره این منطقه و این سرزمین در دست داشتن و منطقه ناآشنایی نبود و تا حدودی با آب و هواش و آداب و رسوم منطقه و سرزمینی که قرار بود به اونجا هجرت بکنن آگاهی داشتن و خبر داشتن از قبل. علاوه بر این مردمی که در حبشه زندگی میکردن مسیحی بودند و پیرو یکی از ادیان الهی بودند. این کمک میکرد به مسلمین تا حداقل اونها با
کلام الله و با پیامبرانی که از طرف الله تعالی فرستاده میشن آشناتر باشن و بین اونها این مسئله پذیرفته شده تر بود، چون خود اونها به عیسی علیه السلام ایمان آورده بودن، هرچند که اون ایمانی که اونها نسبت به دستورات انجیل و عیسی علیه السلام داشتن دستخوش تحریف و تحولات زیادی شده بود، اما با این وجود یک مزیت بر مشرکین قریش و مکه مکرمه داشتن و اون هم بعثت پیامبری در بین اونها بود و ایمان به اون پیامبر. از طرف دیگه ایمن پرستار رسول الله صلی الله علیه و سلم، همون کنیزی که از پدر رسول صلی الله علیه و سلم عبدالله همچنان باقی مونده بود و سرپرستی حضرت علیه السلام را از دوران کودکی تا به امروز به عهده داشت، از سرزمین حبشه بود و شناخت زیادی نسبت به این سرزمین داشت و یقینا به هر حال در تعاملی که با رسول صلی الله علیه و سلم داشت و در مشکلاتی که مردم مکه و مسلمانان در اون دوران تحمل می‌کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در جریان سرزمین حبشه قرار داده بود و در جریان سرزمینی که خودش زندگی می‌کرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم عادت داشتند که همیشه از اطراف خبر می‌گرفتن و مناطق مختلف رو مورد بررسی قرار می‌دادند و تحولات اونها رو زیر نظر داشتن و برای اینکه برای مسلمان‌ها سنگر جدیدی پیدا بشه تمامی مناطق رو مورد بررسی قرار می‌دادند. به همین علت سرزمین حبشه برای هجرت اول مسلمین مورد نظر قرار گرفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم 12 نفر از اصحاب رو دستور دادند تا به سمت حبشه هجرت بکنن. 3 زن و 9 مرد از میان صحابه حرکت کردند و به ساحل این دریا آمدند، دریای سرخ در بین سرزمین عربستان امروزی حجاز آن زمانه و بین سرزمین حبشه که امروزه در نقشه جغرافیایی ما منطقه اتیوپی رو در بر میگیره. در رجب سال 5 بعثت، وقتی که شکنجه و ظلم و ستم قریشیان بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یارانش شدت گرفت، پیامبر برخی از جوان مردای قریشی رو انتخاب کرد و اونها رو فرستاد به سوی حبشه. افرادی که انتخاب شده بودند با یک ویژگی های خاصی انتخاب شدند. افرادی بودند از قبایل مختلف قریش و از خانواده های مرفه و از خانواده های سردارای قریش و اولین کسایی که هم بودند رهبریت اینها رو کی به عهده داشت؟ داماد خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، عثمان، همراه دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، رقیه خانم. این گروه 10 نفر که 10 نفر مرد بودند و 4-5 نفر خانم حرکت کردند به سوی حبشه. حالا اگر ما بیاییم اسمای این گروه رو با هم یک مروری کنیم، میبینیم که اختیار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بسیار اختیار دقیق و درستی بود. اولین کسایی رو که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم انتخاب کردن از خویشاشون، دامادشون و دخترشون، تا درسی بدن به همه مؤمنان و همه رهبران و همه کسایی که مسئولیت دارن در راه دین دیگران رو هیزم نکنید. اول از خودتون شروع کنید تا نشون بدید که واقعا شما صداقت دارید برای این دعوتتون تا دیگر مؤمنان هم از شما پیروی کنند. افراد دیگری که پیامبر انتخاب کردن زبیر ابن عوام بود و ابو حذیفه بود با همسرشون. همسر ابو حذیفه کیه؟ سهله بنت سهیل ابن عمرو. سهیل ابن عمرو یکی از سرکرده ها و سرداران قریش که با اسلام و مسلمانان بسیار دشمنی داره. دختر ایشون در یک حرکت بسیار سری و به صورت بسیار محرمانه و مخفیانه با شوهرشون هجرت میکنند به سوی حبشه. افراد دیگه ای که هم انتخاب شدن همچنین حالتی رو داشتند. افرادی بودند از خانواده های سران قریش، از نزدیکان رهبریت قریش و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با این حرکتشون یک پیام سیاسی رو به قریش رسوندن که جوون مردای قریش، عاقلان قریش، جگرگوشه های شما پیرو این دینن. زدن به این دین
یعنی اینکه شما دارید بیخ و بن خودتون رو میکنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این افراد رو انتخاب کرد و فرستاد تا یک پیام گویایی رو به قریش برسونه و پیامشون هم این بود که ای قریش، جگرگوشهات و بچهات آیندت این دینه و به شاخ شدن با این دین یعنی ریشه کن کردن خودت. و این افراد رو پیامبر وقتی انتخاب کرد و این جوان مردا رفتن به سوی حبشه و یکهو مکه بیدار شد و دید که شهرهای بسیار بسیار برازنده و جوانهای بسیار خوبی غیبشون زده. الان این یک نوع تبلیغاتی شد برای اسلام که هر جوونی، هر آدم اندیشمندی، هر عاقلی تو مکه میگفت فلانی کجا رفت، عثمان ابن مظعون چی شد، دختر سهیل هم رفته، دختر محمد هم باشونه، عثمان این تاجر مشهور این کجا رفته، این روزا پیداش نیست. خبر میشدن که همه اینها رفتن به کجا؟ به حبشه. چرا رفتن؟ این چرا و در پی یافتن جواب این چرا همون رسیدن به اسلام بود که این افراد به خاطر دینشون هجرت کردند، از همه چیزشون گذشتن، رفتن به سوی یک مسیری مجهول و این باعث میشد که مردم بیان ببینن که این دین چیه. در پی این دین می بودن، به اسلام واقعی می رسیدن و خیلی هاشون هم مسلمان شدن. سوار بر دریای سرخ همون مسیری رو داریم میریم که مهاجرین اول، صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای اون مأموریتی که پیامبر براشون تعیین کرده بود میرفتند به سوی حبشه، سرزمینی ناشناخته، دقیقاً مثل همین حالتی که بسیاری از مؤمنان و موحدان ما در بسیاری از کشورهایی که طاغوتیان و فرعونها بر اونها حاکمند و مجبور شدند برند به سرزمین‌هایی مثل اروپا و سرزمین‌های دوردست هجرت کنند. صحابه در اون روز هم مجبوراً از خونه و کاشانهشون کنده شدند. بیشتر از این از مکه، از خانه خدا، از رمز توحید ابراهیمی، از اونجا دارن فرار میکنن میرن به سرزمین کفر، از سرزمین توحید فرار میکنن میرن به سرزمین کفر. واسه چی؟ واسه ایمانشون. از آغوش گرم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحابه چقدر پیامبر رو دوست داشتن، با تمام اینها پیامبر رو تنها تو مکه میذارن چون که پیامبر امرشون کرده، میرند حبشه تا یه پایگاهی درست کنند برای دعوت توحید. سختی های راه رو خودتون تصور کنید، دوری از خانواده، از خیشان، از مکه، از آغوش گرم رسول الله و میان تو این دریا روی این موجه ها سوار میشن میرن به طرف سرزمینی مجهول، سرزمینی که نمیدونن اونجا چه خبره، نه فرهنگشو میدونن، نه زبانشون رو میدونن، نه هیچی از اونجا نمیدونن، به سوی فقر، به سوی ناداری، به سوی مسیر مجهول در حرکتن. میرن اونجا واسه چی؟ واسه دعوت برای دین خدا، واسه اون که پیامبر خدا بهشون امر کرد، برای رسیدن به رضایت و خوشنودی پروردگار یکتا. اینا بودند مؤمنان اولین. ای برادرانی که در راه خدا هجرت کردید، هجرت واسه کار و زندگی نیست. صحابه نرفتن اونجا واسه خودشون قصر بسازن، واسه خودشون حسابای بانکی رو درست کنن، واسه خودشون پول جمع کنن، واسه خودشون نه، رفتن اونجا به هدفشون بازگشت به سرزمینه. هجرت در واقع فرار از سرزمین خود نیست، رفتن به سوی پایگاهی جدید، به سوی مرکزی که بتونه از اونجا ملت خودشو دستشو بگیره، کشور خودشو نجات بده، ظالم و طاغوت رو محکم بزنه تو دهنش. صحابه نرفتن اونجا که بمونند، ازدواج کنند، اونجا مستقر بشن، خونه و زندگی واسه خودشون دست و پا کنن. نه، رفته بودن اونجا چشاشون تو مکه بود، رفته بودن اونجا قلبشون با مکه بود، با پیامبر بود، با دینشون بود، با توحیدشون بود.
اونجا هم که رفتن که دنبال کار زندگی نبودن، اونجا رفتن دنبال دعوت بودن. این بود منهج و مرامی که پیامبر خدا صحابه‌ش رو بر اون تربیت کرده بود. شمایی که زندگیتون و خانه و کاشانتون رو مجبور شدید رها کنید برید در راه خدا، این از یادتون نره. شما هدفی دارید، شما باید برنامه زندگی داشته باشید. شمایی که تو زندگی خودتون هستید، هجرت هرگز پایان پذیر نیست. هجرت یعنی دوری از بدیها، دوری از بدیها تو زندگی خودمون، دوری از پستیها، دوری از اخلاق بد و امر به معروف و نهی از منکر، مردم رو به کارهای خوب تشویق کردن، از کارهای بد دور کردن. حداقل یک کاری بکنیم که روز قیامت وقتی صحابه رو میبینیم، اونایی که در راه خدا این همه جان فشانی کردن، ما هم بتونیم تو چشاشون نگاه کنیم. بیایید با هم دست بدیم، دست در دست هم به سوی رسیدن به رضایت پروردگار یکتا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 3 ماه از هجرت مسلمانان به حبشه گذشته بود. 3 ماه وقت درازی است. 3 ماه دوری از خانه خدا برای مؤمنان بسیار سخت بود. 3 ماه دوری از حبیبشان مولایم رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان بسیار بسیار سخت بود. دوری از خیشان، از جو مکه، از خانه خدا، از رسول الله، از مؤمنان برادران ایمانی در اون سرزمینی که نه با فرهنگش آشنا بودن، نه با زبانش، نه با عادات و رسومش، در حبشه. در این 3 ماه در مکه هم تغییر و تحولات بسیار بزرگی اتفاق افتاد. جوان مرد صیاد شکارچی شیران حمزه مسلمان شده بود. عمو و برادر شیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در همین اثنا عمری که ابن مسعود میگه ایمان عمر فتحی بود و هجرتش نصرتی و خلافتش رحمتی. ابن مسعود میگه که تا وقتی که عمر ایمان نآورده بود ما جرأت نکردیم دور کعبه طواف کنیم و اینجا نماز بخوانیم. بله، عمر ایمان آورد، حمزه ایمان آورد، امنیت مسلمانان در مکه به شکلی فراهم شده بود، دعوت جهری شده بود، همه از اسلام خبر داشتند. حال و هوای مکه به کلی تغییر پیدا کرده بود. خواه نخواه این اخبار به حبشه هم می رسید. مسلمان ها که احساس کردند دیگر آن فشارهای قدیم نیست، می توانند برگردند و پیامبرشان را به آغوش بگیرند، می توانند برگردند و دور خانه خدا به راحتی طواف کنند. آنها بعد از رسیدن این خبر عازم مکه شدند و به مکه بازگشتند. الله فاض حنيننا صلوا عليه. بعد از اینکه مؤمنانی که از حبشه بازگشته بودند متوجه شدند که اشتباه کردند و قریشیان به شدت با اونها مقابله کردند، بار دیگه به فکر هجرت به سوی حبشه افتادند. در این بار 100 نفر از مسلمان ها، 82-83 نفر مرد و تقریبا 18 تا خانم که 11 تاشون قریشی بودند و 7 تاشون از قبایل دیگه و باری دیگر به حبشه بازگشتند، جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اونها گفته بود که پادشاهی است که به کسی ظلم نمیکنه. اینجا امتداد ساحل دریای سرخه، اونجایی که صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از شعیبه سوار شدند، شبانه روز پارو زدند تا در جایی از امتداد این ساحل پیاده شدند و رفتند به داخل شهر حبشه یا اتیوپی امروز. اونجا زندگی خوب اومدن مجموعه ای از مردم در این منطقه هیچ عجیب نبود. مردم بازرگان ها همه میان به این منطقه و چیز عادی است. اما چیزی که بسیار عجیب بود این بود که بعد از چند روز چند نفر از
پلیس ها اومدن گفتن های غریبه ها، نجاشی پادشاه شما رو میخواد. این واسه مسلمان ها بسیار عجیب بود. چه خبر شده؟ بله، قریشیان 2 نفر از افراد بسیار زیرک و باهوش که در هوش و زیرکیشون حرف نداشت، عمرو ابن العاص و عبدالله ابن ربیعه رو فرستادند برای بازگردوندن مسلمون ها. عمرو از قدیما با نجاشی سلام علیک داشت و در تجارت و اینا بود، می اومد و می رفت، با نجاشی دوست بود و خیلی آدم زیرکی بود. قریش اونو با عبدالله ابن ربیعه با بسیاری از هدایا و اینا خواستن نجاشی و اینا از جلد و پوست و این چیزا خوششو می اومد. از خیلی از هدایا رو قریش به اینا دادن که شما برید به اطرافیان نجاشی و اون اسقفا رشوه بدید، اینا رو راضی کنید، به نجاشی هم یه پول و پره خوبی بدید و هر طوری شده مسلمونا رو برگردونید. اینا اومدن پیش نجاشی و رفت عمرو گفت که آقا نجاشی، اسمش بود اسهمه، گفت اسهمه جون یک مشکل کوچوکی پیش ما پیش اومده. بعضی از برو بچه های ما آدمای همچین خلوولن، به عقل تو سرشون نبوده، دین خودشون، دین آبا و اجداد خودشون رو رها کردن. خب الان دین ما رو ول کردن، می اومدن دین شما رو قبول میکردن، ما حرفی هم نداشتیم، دین شما رو هم قبول نکردن. یه دین عجیب غریبی آوردم که نه ما ازش سر در میاریم نه شما. بعدش از اونجا بین خودشون و خانواده‌شون یه دعوایی رو انداختن، بعد فرار کردن اومدن اینجا تو سرزمین شما. پدر و مادراشون و خانواده‌شون اینا خیلی نگرانن، ما رو فرستادن که اگر شما لطف کنید همینا رو ما به تحویل ما بدید که ما اینا رو ببریم اونجا. پدر مادرشون، خانواده‌شون، همه مکه نگران حالشونن، اونا خودتون بهتر میدونن که با این افراد به اصطلاح سر به هوا چطور طی کنن. نجاشی دید که حرف خب حسابیه، چند تا بچه فرار کردن اومدن اینجا، خب برشون گردونیم دیگه. گفت اما خیلی آدم زیرکی بود، گفت که خب اشکالی نیست، بیارید منم ببینم اینا چیشونه، چه قصه شون چیه، دینشون چیه. همین بود که پلیس فرستاده بود، پلیسا اومدن مسلمان‌ها رو گفتن که شما باید بیایید پیش نجاشی. خب اینجا چه کسی باید در مقابل نجاشی حرف بزنه؟ حتما میگید رقیه خانم دیگه، دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلمه. خب اگه نمیخواید که خانم باشه، خب عثمان، خب دیگه اونم داماد پیامبره، اون حقدارتره. اما نه، پیامبر این دین به مسلمان‌ها یاد داده بود که نه، کسی باید جلو بشه که از همه شیواتره، از همه قدرت ادای اون مسئولیت رو بهتر میتونه حق اون مسئولیت رو ادا کنه. مسلمان‌ها فوراً جمع شدن، مشوره کردن چیکار کنیم. جعفر جون شما حرف بزن. چرا جعفر؟ میگه چون آقا جعفر شما خیلی اصلا شکل و شمایل رفتار اخلاق به پیامبر از همه ما شبیه تری. دوم اینکه جعفر شما نوه عبدالمطلبی ها. عبدالمطلب همون کسیه که در زمان اون پادشاه حبشه از سران همین نجاشی خان خودش حمله کرد به مکه، خواست خانه خدا رو خراب کنه که اون بلایی که قصهش معروفه، قصه اصحاب فیل رو سرش اومد. نجاشی و همه اطرافیان این قصه رو میدونن. وقتی شما حرف میزنید، شما فرزند یا نوه به اصطلاح پادشاه یا مسئول یا رهبر یا همون رئیس مکه اون زمان، خیلی حرفه. نجاشی بفهمه که اینا برو بچه هایی که مثلا که عمرو گفتی نیستن. خب اومدن و پیش نجاشی گفت شما مشکلتون چیه؟ ببینید الان این طرفی که انتخابش کردن آقا جعفر چطور اسلام و قضیه رو پیش میکنه. جعفر اومد گفت جناب نجاشی، ما یه آدمای جاهل و نافهم بودیم، تو جهالت زندگی میکردیم، قویمون به اصطلاح ضعیفمون رو بهش ظلم میکرد. ما با دستای خودمون یه سنگی رو میگرفتیم، شکلش میداشتیم، میگفتیم این خداست و براش سجده میکردیم. به همسایه‌مون ظلم میکردیم، به خویشاوندامون بد و بیرا میگفتیم و ظلم میکردیم، حق همدیگر رو میخوردیم، فحشا و فساد و شرابخوری و هر چه رذالت و پستی بود ما میکردیم. ما خیلی آدمای بدی بودیم، خیلی آدمای در جهالت و در حماقت زندگی میکردیم. یک تصویر گویایی از پشت صحنه‌ای که بودند و برای نجاشی
تصویر کشید. در این حال میخواد بگه که نجاشی اینایی که اومدن ها همینطوری حالا دارن زندگی میکنن. بعدش چیکار کرد؟ گفت که خداوند متعال از بین خود ما یک انسانی که انسان با حسب و نسب و فامیلدار و با خانواده است، در پاکدامنی، در امانت، در راستگویی، در درستکاری، در عفت نمونه است. همه ما تاریخش و زندگیشو میدونیم. خداوند این شخص و واسه ما انتخاب کردش پیامبر. اومد اسلامو میاد بهش میگه، اومد ما رو از عبادت بتا من کرد. گفت عبادت رب العالمین رو به جا بیاریم. به ما گفت به همدیگه ظلم نکنید، زنا نکنید، فاحشه‌گری نکنید، شراب نخورید، کارهای بد نکنید، دروغ نگید، دزدی نکنید، غیبت نکنید. همه اخلاقیات و زیبایی ها و منهج و مرام اسلام رو تقدیم کرد. جعفر در یه چند دقیقه همه حرفای جعفر 5 دقیقه طول نکشید. در 5 دقیقه جعفر میاد زشتی جهالت رو به تصویر میکشه. جعفر میاد اسلام رو تقدیم میکنه. جعفر میاد پیامبر رو معرفی میکنه. جعفر میاد میگه که اونا با ما چیکار کردن. خب وقتی این پیامبر اومد ما بهش اسلام آوردیم. وقتی ما به اسلام آوردیم همین ملت ما رو زدن، ما رو شکنجه کردن، ما رو زندان انداختن، ما رو به زور مجبور میکنن همون کثافتکاریایی که قبلا میکردیم همونا رو تکرار کنیم. ما رو مجبور میکنن بریم فاحشه‌گری کنیم، بریم مال حرام بخوریم، بریم به همدیگه ظلم کنیم، بریم. به این صورت همه قصه رو جعفر تقدیم کرد و جلوی نجاشی گذاشت. نجاشی مات و مبهوت قصه رو الان داره میفهمه. الان میفهمه که همه اون حرفایی که عمرو گفت همش هوایی بود. گفت که خب این پیامبری که اومده پیش شما واسه شما کتابی وحی چیزی هم آورده؟ گفتم بله. واسه من بخون. جعفر شروع کرد آیات اولای سوره کهف رو تلاوت میکنه. نجاشی با شنیدن این آیات از خود بیخود شد. احساس کرد یا خدای من این همون وحیه. نجاشی متأثر شده، اشکاش ریخت. اسقفایی که اومده بودن قبل از اینو آماده شده بودند و کتاباشون رو باز کرده بودند و چارچشمی نگاه میکردند و میخواستن یه طوری نجاشی رو هم تحریک کنند که اینا رو بازگردونه. رشوه گرفته بودند و اینا هم شروع کردن به گریه کردن، اشکاشون میریخت. اینجا بود که نجاشی گفت با خدا سوگند این کلام خداست و این وحی الهی است. برید شما در ملک من آزادید. هیچ کسی حق نداره به شما کاری بگه، هیچ کسی حق نداره به شما بد بگه. برید آزادید. و به عمرو و عبدالله هم گفت شما هم برگردید. و به اساقفش هم اشاره کرد آقا هرچه هدایا و رشوه و مشوه آوردندشون بدید. من نیازی به این رشوه ها ندارم. من نمیخوام در راه خدا رشوه بگیرم. خدا که این پادشاهی رو به من داد از من رشوه نگرفت. من الان بیام برای خدا رشوه بگیرم امکان نداره. و اینطور مسلمان ها خوشحال شدن و از اونجا بیرون رفتن. عمرو که دید واقعا شکست خورده، یک شکست سیاسی بسیار وحشتناک بود برای قریشیان. عمرو از اونجا که بیرون شدن عصبانی به رفیقش عبدالله ابن ربیعه گفت که آقای عبدالله فردا پدر اینا رو در میارم. چیکار میخوای بکنی؟ گفت یه چیزی به عمرو میگم که همه اینا رو بکشه. عبدالله ترسید گفت عمرو، میدونست که عمرو خیلی آدم زیرکیه ها. گفت عمرو این کارو نکن، به هر حال هر چی شده اینا بازم خویشایمان برای بچهای خودمونن، حالا یک کاری شده دیگه اینقدر شما سخت نگیر. گفت نه فردا میدونی که چیکار کنن. روز بعد عمرو اومد گفت آقای نجاشی حقیقتشون اینا خویشای ما بودن و اینا، من یه چیزایی بود که به شما نگفتم، اما امروز یه چیزی به شما میگم که اون وقت که میدونی اینا چه آدمای خطرناکی هن. اینا کشور تو رو ویران خواهند کرد، فتنه به پا خواهند کرد. نجاشی ترسید. گفت چیه؟ مسئله چیه؟ گفت نمیدونی اینا در مورد حضرت مسیح، حضرت
چی میگن؟ نجاشی گفت چی میگن؟ گفت والله من جرأتش ندارم اینو بگم، از خودشون بپرس. نجاشی فوراً پلیسا رو فرستاد که برید اینا رو جمع کنید بیارید باز. بار دیگه که اومدن مسلمونا خیلی ترسیده بودن. چی شده؟ خب گفتن هر چه شده ما جز حقیقت رو نخواهیم گفت. تا اومدن اینجا نجاشی رو دیدن عصبانی داغ کرده، گفت شما در مورد حضرت عیسی چه میگید؟ مسلمونا میدونستند که دیانت مسیحیت تحریف شده. اینا الان میگن که عیسی خداست یا پسر خداست علیاذ بالله، اما گفتن ما جز حقیقت رو نمیگیم. جعفر اومد گفت که ما در مورد عیسی همونی رو میگیم که پیامبر به ما آموخته. گفت خب پیامبر شما به شما چه گفته؟ گفت که پیامبر ما به ما گفته که عیسی بنده خداست، آفریده خداست، روح و کلمه خداست که بر مریم بتول نازل شده. نجاشی که خودش موحد بود خیلی متأثر شد. یه چوبکی از زمین برداشت گفت با خدا سوگند اون چیزی که شما در مورد حضرت مسیح گفتید و اون چیزی که حضرت مسیح بود به اندازه این چوبه با هم فرق نداره، عین حق رو گفتید. این اساقفی که بودن اینا خیلی تعجب کردن، شروع کردن سر صدا در آوردن. نجاشی گفت هر چقدر دلتون میخواد بکنید، این حقیقت همینه. و به مسلمونا گفت برید شما در ملک من آزادید، هر جا دلتون میخواد برید و هر کسی به شما توهین کرد، به شما بد گفت، من جریمش میکنم. من سبکم غرم، من سبکم غرم، 3 بار با صدای بلند میگه که هر کسی به شما بد و بیرا گفت من اونو جریمش میکنم. مسلمونا برگشتند خوشحال و همدیگه رو بغل کشیدند از این پیروزی که به دست اومده و در زمانی که اونجا زندگی میکردن زندگی بسیار بسیار خوبی رو به سر آوردن. بعدها جعفر اومد نشستایی و نجاشی داشت و نجاشی هم مسلمون شد. نجاشی پادشاهشو مسلمون شد و اسلامشو البته از اون مردمش پنهان داشت که اینا نیاند و یک فتنه‌ای بپا نکنن. و نجاشی تقریبا در سالهای 8-9 هجری قبل از فتح مکه وفات کرد. یه روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه رو اطلاع داد که جبریل اومده به من اطلاع داده که امروز از همه برادر شما وفات کرده، بلند چید نماز جنازه غائب برش بخونیم. مسلمان‌ها اومدن صف بستن و 4 تکبیر گفتند و نماز جنازه بر از همه خوندن. جالب اینجاست که خود همین عمرو وقتی رفته بود اونجا نجاشی گفت عمرو تو آدم بسیار زیرکی هستی، چطوره که این اسلام از تو غایب بوده؟ مرد بیا عقل تو به کار بگیر، بس این همه تعصب، بس این همه خودپرستی، عقل تو به کار بگیر. و نجاشی که تازه مسلمون شده، عمری که از کنار پیامبر اومده رو دعوت میکنه به اسلام و عمرو به دست نجاشی مسلمون شد و بعداً برگشت و بعداً هجرت کرد به مدینه منوره. این افراد که مهاجران اولین بودند و قرآن از سابقون الاولون به اونا میگه، اینا هم بعدها اومدند به 5 سال بعد از هجرت، بعد از خیبر تا بعد از خیبر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کسی رو نفرستاد که مهاجرای حبشه برگردن. چرا؟ چون که امکان داشت هر لحظه هر وقت یک هجومی بشه، یک جنایتی بشه و مسلمانان حتی در مدینه بعد از احد، بعد از بدر، بعد از همه این به اصطلاح موفقیت هایی که به وجود آورده بودن، باز هم خطر این بود که یک شکستی بشه، یک حمله به اصطلاح بزرگی رو مسلمانان بشه. پیامبر این نیروی احتیاطی رو، این پایگاه رو برای خودش حفظ کرده بود. بعد از خیبر که دیگه الان کسی نمیتونه، یا بعد از خندق، بعد از غزوه خندق که الان دیگه کسی نمیتونه اسلام رو شکن کنه، این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به مهاجرین حبشه پیام فرستادند که برگردند. و وقتی هم اومدند خب خیلی از چیزها از اسلام اومده بود، آیات اومده بود، احکام اومده بود، بلد نبودن، اینا دور بودن، بهشون خبر نرسیده بود. اومدن تازه مثل
مسلمانای به اصطلاح کلاس پایین شروع کردن به آموزش. این بود که بعضی از مهاجرا بهشون برمیخورد ما این همه دور بودیم از اسلام، ما این همه از قرآن کم یاد گرفتیم، این همه این حرفا. و در مقابل مهاجرایی که در کنار پیامبر بودن خب به خودشون می‌نازیدن که ما از اونها بهتریم. حتی یه روزی اسما بنت عمیس همسر جعفر که بعد از اینکه جعفر شهید شد ایشون با حضرت ابوبکر ازدواج کردند. وقتی حضرت ابوبکر از دنیا رحلت فرمودند حضرت علی با اسما ازدواج کردند. این خانم بسیار مؤمن رفته بود به دیدن حفصه دختر حضرت عمر و اونجا داشتند حرف می‌زدن. عمر اومد گفت این خانم کیه؟ گفت که حفصه گفت که این اسماست، اسما بنت عمیس. گفت حبشی، اونایی که با کشتی اومدن؟ گفت بله. گفت ما از اینا بهتریم، ما در راه خدا هجرت کردیم، در کنار پیامبر بودیم. به اسما خیلی برخورد. گفت که شما چیکار کردین؟ شما همراه پیامبر بودید، گشنه میشدید پیامبر بهتون غذا میداد، مشکلی داشتید پیامبر مشکلتون رو حل میکرد، چیزی رو نمیدونستید پیامبر بهتون یاد میداد. اما ما برای رضایت خدا و محبت رسول الله رفته بودیم به حبشه، سختی ها تحمل کردیم، در اون دیار غربت بودیم. من این حرف رو باید به پیامبر برسونم. اسما رفت پیش پیامبر و گفت یا رسول الله من رفته بودم خونه حضرت عمر و ایشون همچین حرفایی به من زدن. گفتن خب شما چی گفتی؟ گفت من هم اینجوری گفتم. گفت خیلی خوب گفتی. اونا بر شما اولویت ندارن، شما در راه خدا 2 بار هجرت کردید، اونا 1 بار. شما عزیزید. و اسما خیلی خوشحال شد. همه مهاجرای حبشه وقتی این حرفو شنیده همه می اومدن پیش اسما حکایت واسه ما تعریف کن. اسما هم تعریف میکرد، خوشحال میشدن. ابو موسی و فلان همه خیلی خوشحال میشدن که پیامبر خدا در مورد اونا همچنین بیانی فرمودند که شما 2 بار هجرت کردید، اونای دیگه 1 بار. این قصه این مؤمنانی بود که در راه خدا جانفشانی کردند، سوار این دریا شدند، با این موجه های دریا دست به گریبان بودند، رفتند به حبشه و مدت طولانی در اونجا موندند تا پیامبر هجرت کرد و 5 سال بعد از هجرت همه این مدت رو در راه خدا استقامت کردند و سربلند و موفق بازگشتند به سوی مدینه و باز پیامبرشون رو در آغوش گرفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای پایین آوردن شدت عداوت و دشمنی مشرکان مکه تصمیم گرفتند با دختر ابو سفیان سردار ستیزجوی مکه ازدواج کنند. رابطه خانوادگی نزد عربها از قداست و احترام خاصی برخوردار بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این نقطه مثبت اجتماعی در راستای اصلاح و ساختار جامعه استفاده کردند. رمله دختر ابو سفیان با وجود آنکه پدرش پرچمدار جنگ بر علیه اسلام بود، چون حقیقت اسلام را دریافت، تمام خطرهای ناشی از سرپیچی فرمان پدر را به جان و دل خرید و به کاروان مؤمنان پیوست. این زن شجاع در اولین فرصت مکه را رها کرد و همراه شوهرش عبیدالله ابن جحش به حبشه هجرت نمود تا از جنگ آزار و اذیت مشرکان قریش رهایی یابد و به پدرش برساند که لذت ایمان چون با قلبها درآمیزد، مؤمن در راه رسیدن به رضایت پروردگارش از هیچ دریغ نخواهد کرد. عبیدالله داماد سردار مکه در حبشه جان داد. وجود بیوزن تنها، آن هم دختر سردار بنی امیه رئیس مکه در دیار غربت، می توانست از سوی دشمن که به شدت اطلاعات مربوط به مسلمانان را دنبالگیری می کرد
مورد سوء استفاده ابزاری قرار گیرد. ام حبیبه کیه؟ ام حبیبه دختر سردار مکه ابو سفیان، ایمان آورده. دختر بزرگترین دشمن اسلام در اون روز، سردار مکه ابو سفیان، ایمان آورده، در راه خدا هجرت کرده، رفته حبشه. اونجا شوهرش وفات کرده، حالا میخواد برگرده کجا؟ برگرده به مکه تا پدرش سرشو بزنه؟ نه، پیامبر اجازه نمیده. پیامبر از اینجا پیام میفرسته به نجاشی مؤمن در حبشه که ام حبیبه را واسه من خواستگاری کن، تا یک شرع جدید پایه‌گذاری بشه، یک قانون جدید که با وکالت میشه عقد بست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیک نزد نجاشی پادشاه تازه مسلمان حبشه فرستادند و از ایشان خواستند تا دختر 36 ساله ابو سفیان را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستگاری کند. نجاشی از اینکه پیک آسمان علیه السلام از ایشان چیزی خواسته بودند بسیار شادمان گشت و با پرداخت 4000 دینار مهریه از جیب خود دختر سردار مکه را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستگاری کرد و جشن شاهانه‌ای بدین مناسبت برپا نمود. سپس ایشان را در سال 7 هجری با احترام و تقدیر همراه قافله با شکوه به رهبری شرحبیل ابن حسنه نزد پیامبر به مدینه منوره فرستادند. در عرف اون زمان وقتی کسی از یک فامیل ازدواج میکرد، هنوز در جامعه های ما جایی که مثلا یک سیمایی از قبیلی و خانواده بزرگ وجود داره، هنوز این عادات و رسوم هست. میگن فلانی داماد ماست، هیچ وقت کسی در مقابل دامادش دیگه نمیسته، یک نوع محبتی ایجاد میشه. پیامبر وقتی با دختر ابو سفیان ازدواج کرد، تاریخ میگه که بعد از این ازدواج ابو سفیان هیچ جنگ مباشر، جنگ رو در روی با پیامبر نداشت. ابو سفیان با شنیدن خبر ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دخترش بسیار شادمان گشت و با کمال افتخار گفت محمد مرد است و کسی را یارای مقابله با او نیست. مکه در غیاب برخی از فرزندانش در حبشه صحنه تغییر و تحولات بس بزرگ بود. اسلام آوردن حمزه عموی پیامبر و سپس گرویدن عمر ابن خطاب دشمن سرسخت ایمان در آن وقت به کاروان توحید از جمله این حوادث بود که در قسمت بعدی